به نام یاد خدا سلام تقدیم میکنم خدمت همه شما عزیزان بیننده. امیدوار هستم گوجه و صحتمند و سرحال باشین. به هر گوشه و کنار دنیا که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و خوش و آرام و سربلند باشین. سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند و سرحال باشین. هر جای باشین خوش آرام و خنده بلد داشته باشین و خوشحال کنار فامیلایتان باشین. دیگه خدا کنه از این برنامه ما لذت ببرین که کاملا متفاوت است. بله. دیگه برنامه ما رو تا آخر بیننده باشین. لایک، شیر، سابسکرایب از یادتان نره. دمی اول اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین چینل ما رو. تنها آید ما نمیست. بله دوستان عزیز، یک کمک حمایت هایتان کم شده، خب اما ملامتتان هم نمی کنیم چرا که ما به سروازیان شیشتیم گپ میزنیم. اما ما دلیلشان براتان میگم که دوستای عزیز اکثریت روزا ما کار می داشته باشم، در خانه مصروف می باشم، نمیتونم کمره را گرفته که باز یک نفر پیدا میشه مثل زایجان بازو دیگه کمره را میگیره، از او خاطر دیگه باز میتونم که برنامه گرفته دیگه روزا نمیتونم چرا که کار خانه می باشه کم مشکلات است تا که سروجان بخیر خوب شود. از او خاطر دیگه سروجان که بخیر خوب شد باز انشالله برنامه های خوب و برنامه های بهتر برای شما عزیزا داریم دیگه. قسمی هم که امروز ببینین دوستان عزیز، شاید که در تایتل برنامه هم خوانده باشین که امروز یک برنامه که ویژه است که سروجان یک کمک تر تازه معلوم میشه. امروز یک کمک خدا آمادام کرده دیگه. قرار است که ما امروز بریم به یک محفل شیرینی خوری بچه خاله ایم از دوستان عزیز که اونجا رونده هستیم دیگه. همه هست اونجا دیگه. اگرچه من زیاد وار خطای سر جان هم کردم که از اگر زود شد باز دیر میشه دیگه. و دوستان عزیز گذاشته از دیگه یک چند ذره میمان خانه خود ما را هم هست که از اینجا بخیر باز میریم اونجا دیگه. توکل به خدا دوستان عزیز. بله دیگه دوستا امو روز ما جمع است دیگه. بخیر بریم. اگرچه من نمیتونستم ولی زیاد گفتن که باید بیاین نمیشه. خیر است ما به ثروت جان جای جور میکنیم که بشینه، ما سرش کار نمیکنیم. باز بعد از این گفتم خیر خفه نشن دیگه، کمتم خدا آماده کردیم دیگه. انشالله دیگه میریم بخیر دیگه. کلگی است همونطور من گفتم جمع ما دیگه امروز جمع است دیگه. بچه خالد جان است دیگه. شیرینی خوری هم دیگه تا عصریانه است. دیگه عصرانه است دیگه دوستای عزیز، فقط تر یک عصرانه گرفتن دیگه. بله دیگه همیشه خوشبخت باشن. آمین. و حالا تر سروت جان که شرایط از این نیست که آدم حتی شیرینی خوری خود زیاد بگیره یا خرچ مصرف زیاد کنه و یکی دوم دیگه رمضان رسیده نزدیک از بخیر باز از او خاطر همگی اگر در محفل دارم جمع میکنن که بخیر ماه مبارک رمضان نزدیک است میایه بخیر دیگه. بیشتر خالد جان گفت که همگی اینجا سر صدام است دیگه. واره بیرون کشیدیم برین شما باشین ما برای میاییم ما یک دقیقه برنامه بگیریم چرا که دوستا عزیز ما خب پیشتر براتون ذکر کردم که ثروت جان که خوب باشه باز هر روز میتونیم یا ما کمره را میگیریم یا ثروت جان کمره را میگیره که اما نسبتا حالا خیلی نرمال هم شده که همه ذره خوب هم شده. بعضی اوقات دست خودم تکان میته پای خودم تکان میته اما اطور خوب صحیح خوب نشده تا که بخیر زودتر خوب شده ثروت جان. و دوستا خود اصلا از مادر جان پرسان چیز نکردن. از مادر جان هم بر عزیزا بگویم که مادر جان هم فعلا خوب است، نسبتا از سابق کده خوب شده لیکن عملیات نشده به خاطر از اینکه اینمی فیزیوتراپی یا که گرفت دیگه کم نرمال شده و دوا میخوره و پیچکاری درد میگیره نسبتا فعلا از وقت کده خوب است. خالد جان همی درد و مرض یک طرف میمانیم. امروز روز خوشی خواه سروت جان باش گفتم که میداد باز پیش ماده می برنامه خوشی دارم ای گپا خو میزنن دیگه. دوستای عزیز گپ خوشی خواست ای کاش که ما میتونستیم از جایی که محفل بود از اونجا برای شما ویدیو بگیریم یا درا خونام خدا از رگه گفتم میگه میمان هم زیاد آمده دیگه باز
خب کلگی دیگه از اینم اینجا میریم. بخیر. بخیر. دیگه از اون خاطر نمیشد که ما بریم اون طرف. بله. دیگه امروز از همه کده خوشتر مادر خالد جان که چیز از خوارزاده شد دیگه. خوارزاده شد. حالا از تو را خوارزاده تارسیش باشه خوش نمیدونم دیگه چطور نمیخوشم. هنوز از مادرش کده من شاید خوش باشم. صد. دیگه خالد جان فقط از دوستان میخوایم که حمایت بکنین و همین برنامه ما خیر است اگر چی خسته کنم است. ما پیشترم گفتم که تنها عید ما اینمی چینل از ما کدام عید خاص نداریم دیگه. حمایت بکنین آهسته آهسته با حمایت های شما ما هم بهتر میشیم و برنامه خوبتر ثبت میکنیم. فعلا ما در اون شرایط نیستیم که بریم این طرف و طرف برنامه بگیریم. انشالله هر چی زودتر برنامه خود خوبشتر و دلچسبتر میسازیم. خب با حمایت شما، اگر حمایت شما نباشه ما هیچ هستیم. بله عزیزان، اونمو گپ است. امی برنامه ما را که تا آخر ببینین، چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین. اینمی هم خودش یک نوع حمایت است که ما میتونیم پیشرفت کنیم. خدا دعا کنین برای ثروت جان که ثروت جان هم خوب شود بخیر که ما برنامه خوبتر و بهتر برای شما عزیزان نشر کنیم. ما در برنامه گفتیم خالد جان همی دعای دوستای ما از دعای هموطنای ماست که ما از این حالت بیرون شدیم و شکرگزار هستم از خداوند که از این هم کده بهتر شوم به همون زندگی خود برسم و به همین زندگی غریبانه که من میگم یک لقمه چای نانم بخوری جور باشی، سلامت باشی، خوش باشی، همون هر چیز است. دیگه خداوند مهربان است خالد جان. همه چیز دیگه به دست خداوند است. ماه رمضان می بخیر دیگه برنامه می داشته باشیم برای شما دوستان دیگه. بازم میگم حمایت بکنین ما. بله عزیزان، دیگه توکل کل ما و شما به خدا. ما برای شما دعا میکنیم، شما برای ما دعا کنین که ما اینجا روزگار ما خوب شد و شما هم در اوج آرام و خوشحال سربلند باشید دیگه. بعضی گپا هست که ثروت جان حال خودت گفتی کوشش بکنه این برنامه نگو، ما مونن نمیگم اگر نی همیال دلم بود که بگویم همون گپا را، اما باش که بگویم ثروت جان. خب اختیار بخیر. خب گپای جگر خودی ندارم که اینا دوستا میگه که شما در روز خوشی هم جگر خونی نیست. بعضی عزیزای ما که سوال کرده بود میخواستم جواب از واره بدم. خیره باز دیگه برنامه صحیح است. بخی دیگه برنامه را کامنت های دوستای ما را میخوانیم که همی سوالم که کردن باید جواب داشته باشه تو نباشه بی جواب باشه، به خاطر که دوستای ما موقع زحمت میکشن نشته میکنن و کامنت میمانن. ما مجبور هستیم و ما باید جواب به سوالای شما داشته باشیم دیگه. باز انشالله دیگه برنامه حتما جواب سوالای شما رو میدیم حتما. و دوستای عزیز میخواستیم که در بیرون دمی خوب افتوک بود در اوج برنامه سب کنیم. خونام خدا گفتم پشتکا هم هستن زیاد سر صدا میکنن و این همه طور آین کونه است و کچالوس و پیاز است این چیز هاست نمیشه دیگه. گفتیم دمی داخل خانه یک برنامه گک میگیریم که 3-4 شب شد که عزیزای ما برنامه نداشتیم ثروت جان دیگه. حالا عزیزان دیگه باید آهسته آهسته بریم چرا که باز وقت میشه بخیر دیگه. تا بریم تا پس بیم از رگه وقت میگیره دوستای عزیز. باز ثروت جان هم مریض است دیگه، بردن آوردنش باز خنک میشه برش مشکل میشه. خالد جان از من خب پایم یک ذره خوب است دیگه، دستم قدر خوب نیست دیگه. انشالله تا دیگه برنامه هم میشه پایم از این کدام خوبتر شد. فقط دوستا چی میرا که میگردم یک دفعه تو یک چی میشه بیشیمه میشم تو مفتم دیگه. همونشم بخیر خوب شد دوستا. باز میخیزیم اون طرف میریم اون طرف. شما دعا کنین که من بخیر خوب شم. حتما برنامه خوبتر ثبت میکنیم. دیگه این برنامه ما به دوستا خسته کن تمام نشه خالد جان دیگه، زیاد نشه بخیر اونجا بریم. اگر شد بگیریم ویدیو، اگر نشده بخیر دیگه. دوستا عزیز چی کنیم دیگه که محفل از محفل که رفتی دیگه و خیلی دیر هم شد دوستا عزیز که می محفل نبوده در محفل نرفتیم
دیگه گفتیم یگان تا بریم یک دقیقه ساعت ما تیر شد، یک دوستا رو ببینیم. من پیشتر دوستا جگرخونی داشتم به خالد جان، میگفتم سعی که خالد که تو شیرینی از من لباس صحیح ندارم که بپوشم. باز دیگه زیاد چالش نگرفتم، خیر از همین لباس هایم هم صحیح است، مزاح کردم دیگه. سروت جان میگه کم بده کم نزن، بیا خیر باشه، خداوند مهربان است. دیگه لباس هم میگیریم با وقتش، هرچی خیر باشه. دیگه دوستای عزیز، وقت شما را نمیگیریم زیادتر از این. جور و صحتمند و سر حال باشین، در هر گوشه و کنار دنیا که هستین، دور از مریضی و دور از آفتهای الهی، خوش و سربلند باشین. هر عزیزی که ما را بیننده است میبینه، قربان دیده هایتان که برنامه ما را میبینین، لایک میکنین، کامنت های مقبولتان را میمونین. خداوند پاک عزت نصیب همگی شما عزیزا کنه. دیگه اینما قسم حمایت کنین و عزیزایی که همیشه تماس میگیرن، امرای سروت جان صحبت میکنن، امرای من صحبت میکنن، تشکری خاص از وام میکنم. دیگه موفق و آرام و سربلند باشین دوستای عزیز. ما هم بریم بخیر که محفل است، باز بخیر زودترین کوشش میکنیم که بخیر زود برنامه پرتیم بخیر. دیگه شما های برنامه ما رو حتما بیننده باشین. برنامه بعدی انشالله باز یک پلانک داریم بخیر دیگه، باز بعد از دیگه باز اون برنامه ما رو فقط شما بیننده باشین و تعقیب کنین ما رو. بله دیگه دوستای عزیز، دیگه به شما هم وقت خوب و خوش میخوایم. همیشه خوش و آرام باشین، وقت شما هم خوش. خداحافظ. بله دوستای عزیز، تا دیدار بعد همگی شما رو به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقت بر همتون خوش. خداوند یار و مددگار.